سرمایه‌گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان هر سال تا چند میلیون دلار کاهش می‌یابد. این مبلغ سال 2018 همگی 21 میلیون دلار را تشکیل داده است. اگر تا 10 سال پیش سرمایه‌گذاران روس بیشتر برای رشد انرژتیک و صنعت و برای بنیاد نیروگاه و کارخانه‌ها سهم می‌گذاشتند، حال اکثرا برای مبلغ گذاری در طرفخانه‌ها مراغ ظاهر می‌کنند. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکینفرالوف میگوید در کشور اندازبندی بلند و برای تجارت امتیاز وجود ندارد. با گفته او برای همین برای سرمایه‌گذاران روس فعالیت کردن در تاجیکستان فایده آور نیست. ما در زمان اقتصاد بازرگانی زندگی داریم. اقتصاد بازرگانی شرط و قانونهای خود را دارد. در آن جای مبلغ گذاری می کنند که فایده بلند به دست می آورد. البته اگر در اینجا شرایط سازگار می بود، سرمایه گذاری نیز بیشتر می شد. اما تحلیلگران تاجیک با این ادعای دیپلمات روس راضی نیستند و فضا را برای سرمایه گذاری مساعد می دانند. آنها می گویند همه گونه قانون‌های مهم برای مبلغ گذاری قبول شدند. کمبود نیروی کاری نیست و بخش‌ها برای گذاشتن سرمایه کفایت می کنند. برای سرمایه گذاران امتیاز نیست، زیرا مقامات توجه خود را به لایحه‌های بزرگ به مثل نیروگاه راغون روانه کردند، اما در عموم کار کردن امکان دارد، هرچند تهدیدها نیز هستند. اولا اقتصاد تاجیکستان در حال رشد است و با بعضی تهدیدها مواجه می‌باشد. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی با وجود قانونگذاری موجوده خیلی احتیاطکارانه به اقتصادیات تاجیکستان مبلغ می‌گذارند. حجم سرمایه‌گذاری روسیه کاهش می‌یابد، اما از چین برعکس زیاد می‌شود. پکن مبلغ گذارانش را حمایت می‌کند. برای همین آنها از گذاشتن سرمایه به اقتصاد تاجیکستان نمی‌ترسند. اگر مقامات روسیه در رشد مناسبات اقتصادی دو کشور هوسمند می‌بودند، چنین برخورد می‌کردند.